نرگس در اتاق خوابش با دقت به گوشی موبایلش نگاه میکرد. صدای موسیقی کلاسیک از گوشی پخش میشد. دستانش به آرامی روی کیبورد لپتاپ حرکت میکردند. انگار که در حال نوشتن چیزی باشند. اما آنچه که او در ذهنش مینویسد چیزی غیر از متنی برای امتحانات دانشگاه است. رویای خواننده شدن. به خودش گفت یعنی ممکنه؟ صدای در فوراً ذهنش را از افکارش خارج کرد. مادرش وارد شد. نرگس، هنوز داری آهنگ میذاری؟ باید تمرکز کنی روی درست. مامان، فقط چند دقیقه. توی این آهنگا یه انرژی هست که نمیتونم ازش بگذرم. مادر با نگرانی به نرگس نگاه کرد و گفت تو همش با این موسیقی‌ها خودتو گول میزنی. درست باید اولویت اولت بشه. میدونی که چقدر مهمه که خوب درس بخونی. نرگس سرش را پایین انداخت و در حالی که گوشی را خاموش میکرد به یاد آورد که همیشه مادرش از موسیقی و رویای خواننده شدن او خوشش نمیآمد. او این را فقط یک هدر دادن زمان میدانست. اما نرگس با همه این حرفا نمیتوانست از آرزوی بزرگش دست بردارد. خواننده شدن هنوز هم در ذهنش بود. فردای آن روز نرگس به دانشگاه رفت. در حیاط دانشگاه به محض دیدن زهرا دوست صمیمیش سری به سمتش رفت. نرگس خوبی؟ چرا دیروز جواب ندادی؟ ببین کلی کار داشتم. نمیدونی که این هفته چه امتحانایی دارم. یعنی این همه که تمرین میکردیم دیگه کلاً تعطیل؟ نه بابا، حالا تو هم خیلی وقتا این چیزا پیش میاد. یک طرف باید درس بخونم، طرف دیگه باید تمرکز کنم رو خوانندگی. زهرا با چشمانی پر از امید گفت من میدونم که ممکنه، به خدا که ما میتونیم. نرگس با کمی تردید نگاه کرد و گفت اما نمیدونی چی میگم. خانوادم خیلی مخالفن. بابام حتی اجازه نمیده یه آهنگ تو خونه بخونم. اشکال نداره، حالا میتونی مثل همیشه با من تمرین کنی. میگم شاید یه روز به یه استادی پیدا کردیم که تو رو جدی بگیره. نرگس به خانه برگشت و دوباره وارد اتاقش شد. دوباره گوشیشو برداشت و به آهنگ‌هایی که همیشه گوش میکرد نگاه کرد. نگاهی به عکس‌های دورانی از خود در بچگی. وقتی کودک بود همیشه آرزو داشت روزی خواننده معروفی بشه. اما حالا با گذشت سالها هنوز در برابر خانواده و محدودیت‌های اجتماعی آن آرزو به یک رویا تبدیل شده بود. از طرفی زهرا که دختری با اعتماد به نفس بالا بود هرگز از ایده‌هایش عقب نمی‌شست. او همیشه از نرگس می‌خواست تا بیشتر به خودش ایمان داشته باشد. نرگس و زهرا قرار گذاشتن که در کافه نزدیک دانشگاه همدیگر را ببینند. نرگس که کمی زودتر رسیده بود و با نگاهی به ساعت دیواری کافه به انتظار زهرا نشسته بود. زنگ ورودی کافه به صدا درآمد و زهرا با لبخند وارد شد. ببخشید دیر کردم و ترافیک خیلی سنگین بود. بی خیال بابا، منم تازه رسیدم. آنها به آرامی از منوی کافه انتخاب کرده و درباره روزمره‌های دانشگاه و درس‌ها صحبت کردند. اما ذهنشان همیشه به موسیقی برمیگشت. فکر می‌کنی اگه بخوایم حرفه‌ای کار کنیم از کجا شروع کنیم بهتره؟ نرگس کمی به فکر فرو رفت و گفت خب اول باید استادی پیدا کنیم که بتونه به ما یاد بده. شاید از دانشگاه یا حتی یه آموزشگاه خصوصی. درست میگی، یه استاد خوب میتونه خیلی جلومون بندازه. در حالی که صحبت میکردن تصمیم گرفتن در اولین فرصت به یکی از استودیوهای کوچک محلی مراجعه کنند و ببینن آیا امکان یادگیری از یکی از اساتید قدیمی و با تجربه وجود داره. چند روز بعد نرگس و زهرا به یکی از استودیوهای کوچک که توسط استاد موسیقی سالخورده‌ای به نام آقای کیانی اداره میشد مراجعه کردند. آقای کیانی مردی با موهای خاکستری و چشمانی مهربان بود که از روزهای طلایی موسیقی خاطرات بسیاری داشت. آقای کیانی: سلام دخترها، چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام آقای کیانی، ما شنیدیم شما به کسانی که علاقه‌مند به یادگیری موسیقی هستن کمک میکنید. میشه به ما هم یاد بدین لطفاً؟ آقای کیانی با نگاهی عمیق به دو تا دختر گفت من وقتی شوقو در چشم کسی میبینم نمیتونم نه بهتون بگم. بله میتونم کمکتون کنم، چرا که نه، اما باید بدونید که این کار بچه بازی نیست که از روی هوا و هوس بخواین شروع کنین ها. زهرا با انرژی گفت ما آماده ایم، حاضریم سخت کار کنیم. این لحظه نقطه مهمی در زندگی نرگس و زهرا بود. آنها حالا کسی را داشتند که آیندهشان را با او شریک شوند و مسیر را برایشان هموار کنند.